فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون میم از دیار مولانا محمد عمر سربازی رحمه الله سوال کردن که آیا در عادت ماهانه خواندن قرآن و اذکار جایز است؟ خواندن اذکار که بل اتفاق تمام مذاهب میگن هیچ گونه اشکالی نداره. حتی آیات قرآنی که به عنوان دعا هست، به عنوان اذکار هست، مانند ربنا آتنا فی الدنیا حسنة یا موارد دیگر، بل اتفاق تمام علما هیچ گونه اشکالی رو نداره. و بسیاری از علما معتقد هستند که حتی در عادت ماهیانه بدون عذر هم میشود قرآن خوند. اما قول راجح و قولی که میانه هست این است که اگر واقعا زن در زمان عادت ماهیانش نیاز داشته باشد و بنابر ضرورت قرآن را بخواند، مثلا مانند این که امتحان داشته باشد یا مجبور هست برای آموزش کسی دیگر یا برای آموزش فرزند خودش یا مواردی دیگر که ضرورت هست، هیچ گونه اشکالی ندارد، میتواند که در این صورت قرآن بخواند. اما اگر بدون ضرورت هست، بهتر و اولاتر همین است که قرآن رو تلاوت نکند. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.